سلام تماشابینان شبکه اگروتک TG، با شما من یوسف عزیزов. اگر شما نواری ما درباره ریاکتور اتمی تاجیکستان، یگانه ریاکتور در جهان را تماشا کرده باشید، من به شما در این نوار خبر داده بودم که تعمیر ریاکتور اتمی که در تاجیکستان موجود است باید سر کرده شود. تا امروز در رسانه‌های خبری بسیار عالمان فکر و ملاحظه‌های خود را عاید این مسئله بیان نمودند. در نواری که من به شما پیشنهاد کرده بودم، در آنجا من مفصل درباره فعالیت، فایده و ضرر این ریاکتور به شما معلومات داده بودم. اگر شما تماشا نکرده باشید، من در دوام این نوار اول ریاکتور اتمی تاجیکستان را میمونم. حتما تماشا کنید، چون که بسیار نوار جالب بوده. شما عاید این ریاکتوری که در دنیا فقط 2 دانه می باشد و خود مانند دیگر ریاکتور ندارد معلومات پیدا میکنید. بعد پیشنهاد یکم نوار، من فقط هر خبری که درباره این ریاکتور چاپ میشد حتما پیگیری میکردم. این است که در آخر ماه اوگوست عاید چرا تاجیکستان ریاکتوری هسته‌ای یعنی اتمی را فعال میکند و چی خطر دارد، نشریه جمهوریت با نایب پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان حکمت مومینوف عاید این مسئله بسیار نازک و ضروری برای تاجیکستان صحبت گذرانید. در صحبت حکمت الله مومینوف قید نمود که تاجیکستان با قبول برنامه مخصوصی دولتی نیت دارد که تا سال 2020 ریاکتور هسته ارگوس را در کشور فعال سازد و قید نمود که ریاکتور هسته ارگوس سال 1982 به کشور وارد شد، ولی سالهای اول یک گروه دانشمندان ادعا داشتند که فعالسازی آن به محیط اطراف ضرر خواهد رساند، ولی آموزش نشان می‌دهد که آن از جهت اکولوژی و هم از نقطه نظر پرینسیپ‌های فیزیکی کاملا بی‌ضرر میباشد. خیلی خرد بوده در شکل محلولی فعالیت میکند. نمونه دیگری آن سالهاست که در مرکز شهر مسکو فعالیت دارد و تا حال به محیط زیست هیچ ضرری نرسانده است و ریاکتور هسته ارگوس را در جمهوری تاجیکستان با مقصد صلح برقرار میکنند، تاکید نموده است او. در دوام صحبت او اظهار داشت که ریاکتور هسته ارگوس از تکنولوژی پیشقدم به شمار رفته، حالا از آن در جهان همگی 2 تا موجود است. هرچند از اختراعاتش نزدیکی 30 سال گذشت، هنوز از آن دیده ریاکتوری خوبتری دیگر پیشنهاد نشده است. به این خاطر فعال نمودن این ریاکتور در پیشرفت علمی کشور نقش سازگار خواهد بازید، اظهار داشته است مومینوف. به گفته مومینوف، طریق ارگوس میتوان تحقیقات با اصول نیوترون فعالگردانی انجام داده شود که در تاجیکستان پیش از همه برای علم گیولوژی، صنعت کوهی، خاکشناسی و معاینه نمودن ساختار مواد نوی کیمیایی حاصل شده ضرور می باشد. با استفاده از ارگوس که نورافکنش نیوترونی دارد، میتوان نانوپلیونکوها که در ساحه‌های نانوتکنولوژی، میکروبیولوژی و بخش‌های دیگر طلبات زیاد دارد حاصل نمود، اظهار داشته است مومینوف. او افزوده است که همچنین طریق این ریاکتور میتوان ایزوتوپ‌ها حاصل کرد که نه تنها در کشور بلکه در بازار جهانی طلبات زیاد دارد. نایب پرزیدنت اکادمی علم‌ها شرح داده است که مقدار کمی ایزوتوپ امکان می‌دهد که قلب انسان پورا تشخیص و نتیجه آن در کامپیوتر نشان داده شود. بیماری شش را توسط رنگن معاین می‌کنند، اما ثابت گردیده که افکنشات شورهای رنگینی به بنیه انسان تاثیر منفی دارد. در کشورهای پیشقدم بیماران شش با ایزوتوپ‌های ریاکتیوی با اصول نفسکشی تشخیص می‌شوند. ثابت گردید که ایزوتوپ نسبت به رنگن 100 مرتبه تاثیر کم دارد. در طب امروز با این اصول حجایرهای بیماری سرطان نیز نابود کرده می‌شوند، اطلاع داده است مومینوف. نایب پرزیدنت اکادمی علم‌های اعلام نموده است که کشور ما نیز از این اصول تا بعد استفاده می‌برد، لیکن ایزوتوپ از خارج کشور با نرخ خیلی کلان وارد می‌گردد. به زعم این تا وارد شدن فعالناکی‌اش 2 برابر کاهش می‌یابد، زیرا مهلت فعالناکی آن خیلی کوتاه است. این زمان در کشور راه اصولی به دست آوردن آن را نداریم. با فعالیت پرداختن ریاکتور هسته ارگوس این مشکلات را نیز از میان خواهد برد، خلاصه کرده است مومینوف. فعلا برای فعالسازی ریاکتور ارگوس برنامه مخصوصی دولتی برای سالهای 2016-2020 مورد عمل قرار دارد. ما نیز انتظار آن روز می‌شویم که این ریاکتور برای جمهوری بسیار ضرور موردی بهره برداری قرار می‌گیرد. اکنون دوستان نواری ما درباره این ریاکتور را حتما تماشا کنید، چون که بسیار جالب است. موضوع این روزی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم استفاده انرژی اتمی صلح‌جویانه در تاجیکستان میباشد. راهبر روساتوم سرگئی لیخاچوف با پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان رحیموف عاید به همکاری در ساحه استفاده انرژی اتمی صلح‌جویانه سازشنامه به امضا رسانید. امروزها نمایندگان شرکت‌های اتمی درباره اشتراک متخصصان روس در برقرارسازی ریاکتورهای هسته‌ای جمهوری تاجیکستان حرف می‌زنند. اینجا سخن نه درباره ساختمان انشاءات‌های نو و تشکیل آن می‌رود، چون که روسیه
چنین لایحه‌ها را سرمایه‌گذاری نمی‌کند و برای تاجیکستان نیز برقرار کردن این ساحه به تنهایی آسان نیست. لیک دوستان، من به معلومات شما میرسانم که در تاجیکستان یگانه ریاکتور اتمی در جهان که در اساس محلول نمک کار میکند ساخته شده است و تا حال وجود دارد. ریاکتور مذکور هنوز در دوران شوروی یگانه در تاجیکستان و دیگر در مسکو ساخته شده بود، ولی از سبب شروع شدن جنگ شهروندی فعالیت کرده نتوانست. این ریاکتور اتمی از همه ریاکتوری بیخف به حساب می رود. در وقت گرم شدنش ریاکتور اتوماتیک خود را خاموش میکند. قوتناکیش همگی 20 کیلووات بوده. در دوام سال در وقت فعالیت دائمی همگی 0.5 گرم اوران خراجات میکند. این چنین گنجایش ریاکتور را 20 لیتر محلول نمک تشکیل میدهد. ریاکتور در چقوری 6 متر جایگیر بوده با بیتون‌های تگش 20 متر را تشکیل میدهد. قوتناکی عمارت تا آن درجه مستحکم است که اگر سمالیات در بالایش افتد هم یگان ضرر نمیبیند. برای ساختمان عمارت بیتون با یک جایگی با متال‌های مخصوص از جمله سرب ساخته شده است. این چنین با مواد شیمیایی بار مستحکم کرده شده است که بار همه گونه نورهای رنگینی را به خود فرو میبرد. و این آخری کار نیست. خود ریاکتور در داخل بونکر با دیوارهای خیلی غوص از 3 تا 6 متر چند قبط و با آهن خیلی غوصیش 5 سانتی متر همگی محکم کرده شده است. از بالا باشد پلیته بتونی 5 تنه مانده شده است. خب سوال به میان می آید که برای تاجیکستان ریاکتور اتمی چی ضروریت دارد؟ من کوشش میکنم که ساده کرده آیید اهمیت ریاکتورهای اتمی با مقصد صلح به شما گفته گذارم. در بسیار ساحه‌ها به مانند گئولوژی، طب، خواجگی قشلاق، استحصال مساله ساختمانی، استحصال آلومینی، استحصال ناقل‌ها و دیگر به استفاده تحقیقات اکتیوی نیوترونی به جای رسیدن نمی شود. خب میفهمونم. اگر خواجه قشلاق را گیریم برای معین کردن ترکیب خاک از مینرال ها، نابود کردن حشرات های ضررآور، به ضرر گرداندن محصولات گندم و میوه ها، مثلا اگر به سیب با نورهای گاما تاثیر رسانیم آنها دیر باز نمود بازاری خود را گم نمی کنند. در برابر این آنها برای استعمال به ضرر میمونند. این ریاکتوری که حالا ما درباره‌اش گپ زده ایستادیم نامش ارگوس می باشد. ارگوس امکانیت میدهد که در تاجیکستان ایزوتوپ مولیبدن 99 که در طب برای تشخیص بیماری ها وسیع استفاده بوده می شود استحصال نماید. حالا برای تشخیص کسلی های انکولوژی یعنی رک 75%، برای کسلی های دل 50% و دیگر تشخیص های دقیق 90% از ایزوتوپ استفاده بوده می شود. تا حال برای معاین نمودن بسیار بیماری ها رنگن استفاده می شود میگویند عالمان ساحه. در وقت رنگن آدمان نورهای رنگینی میگیرند. در برابر این تحقیقات درست حاصل نمی شود. از استفاده تکنولوژی نوی اتمی صفت تحقیقات و معاین نمودن کسلی ها 10 مرتبه صفتا خوب شده. معلومات ها با کامپیوتر ثبت می شوند. این چنین ضررش نسبت رنگن 1000 مرتبه کم می باشد. با یاری این اتم ها می توان تحقیقات درست و صفتناک آید ارگان های درونه گرفته شود. دیگر اینکه استفاده ایزوتوپ ها در کسلی های انکولوژی یا دیگر کرده گویم کسل های رگ و سه استفاده برده می شود. در این کسلی ها از همه پرابلم مشکل ترین این نیست کردن درد طاقت فرسا می باشد که حتی مورفیا این درد را نیست کردن نمی تواند. با این نورهای ایزوتوپی می توانند که جراحت ابخل را بلاکیروفکا کنند و بیمار تا روزهای معین درد را حس نکند. و حالا بسیار عضوها با یاری ایزوتوپ جراحی می شوند. برای کسلی های گرده باشد فیلترهای اتمی استفاده برده می شود که آب را به درجه اعلی فیلتر نموده از همه نمک ها و مینرال ها تماما تازه می کند و این را یگام نمود فیلتر تازه کرده نمی تواند. این فیلترها در طب بسیار ضرور بوده. اصلا در وقت عوض نمودن گرده استفاده برده شده موقتا وظیفه گرده را اجرا می کند و ممکن است که این فیلترها در تاجیکستان استحصال کرد. اگر ما آیید اهمیت و فایده استفاده این ریاکتورهای اتمی ساعتها گپ زنیم هم کم است. کوتاه کرده درباره فایده اقتصادی و سیاسی کارکرد اتم گفته می‌گذاریم. از جهت اقتصادی بازار محصولات اتمی همگی 10% را تشکیل می‌دهد و 90% دیگر از جهت کم بودن استحصالات خالی میباشد. از این رو نرخ این محصولات ها بسیار قیمت میباشند. حالا باشد ایزوتوپ ها به جمهوری ما وارداتی میباشد و تا رسیدن با ما بسیار قابلیت خود را گم میکند. بیمارخانه های ما باشند و این محصولات نیازی زیاد دارند.
از سبب استحصال مرکب داشتن این ایزوتوپ ها خیلی مملکت های کم این را استحصال میکنند. قریب 90% کسلی ها به این مواد های اتمی نیاز دارند. همسایه های ما خیتای، پاکستان و هندوستان که نیمی اهالی دنیا در این مملکت ها زندگی میکنند بسیار نیاز زیاد به این ایزوتوپ ها دارند. از جهت سیاسی باشد با عقیده کارشناسان با داشتن این ریاکتور ما میتوانیم به قطار مملکت های پیشرفته داخل شویم. داشتن ریاکتوری اتمی اهمیت بزرگ سیاسی داشته. دارنده این ریاکتور از جهت تکنولوژی به مملکت‌های پیشرفته تبدیل یافته در قطار دیگر مملکت‌های پیشرفته انرژی اتمی را کار می‌کند و ترقیات نانو تکنولوژی را به پیش می‌برد. تاجیکستان عاید ارگوس با تشکیلات عمومی جهانی اتمی میگاته عاید استفاده اتم برای صلح همکاری زیچ دارد. در آخر چنین خلاصه برآورده می‌شود که ریاکتوری اتمی با نام ارگوس به جمهوری ما اهمیت زیادی سیاسی و اقتصادی دارد و ما باشیم با شما انتظاری به استفاده دادن این ریاکتور میشویم و همین را فراموش نکنم که تعمیر این ریاکتور باید سال 2020 به آخر رسد. باقی همه سلامت باشید. با عوض مهنت ما برای خبری خوش لایک موندن و ابونه یعنی پادپیساtsiya شدن را فراموش نکنید.